بر اساس قرار حکومت روسیه تحت رقم 963 از 14 اپریل شهروندان کشورهایی که حق ورود به قلمرو روسیه را دارند از این به بعد می توانند توسط کشورهای دیگری که با روسیه ارتباط هوایی دارد وارد روسیه شوند. تا کنون شهروندان خارجی تنها از کشورهای خودشان حق پرواز به روسیه داده میشد، ولی اکنون این محدودیت برای آنها برداشته شد. شهروندان تاجیکستان نیز از این به بعد می توانند توسط کشورهای سوم یا از دیگر کشورها به روسیه پرواز کنند. این سبکی برای ساکنان تاجیکستان به ویژه برای آن مهم است که شرکت‌های هواپیمایی که از تاجیکستان به شهرهای روسیه پرواز چارتری انجام می‌دهند با سوء استفاده از گرمی بازار نرخ چپته‌های خود را چند مرتبه بالا برده موج ناراضگی مردم را به بار آوردند. چون این وضعیت باعث شد که روز 22 اپریل آژانسی اویاسیون شهروندی تاجیکستان با تشکیل یک جلسه خاص از 4 شرکت هوایی روسیه که از شهرهای تاجیکستان پروازهای چارتری انجام می‌دهند پایین بردن نرخ چپته را طلب نماید.